یکی از دستورهای پرکاربرد برنامه نویسی دستور ایف هستش. ما قصد داریم در این تمرین دستور ایف رو و همراه عملگرهای مقایسه‌ای توضیح بدیم. خب فرض کنید دو تا متغیر داریم A مساوی با 10 و B مساوی با 20. می نویسم if فاصله if یعنی اگر A بزرگتر از B هستش، انتر که بزنم بیام پایین یه مقدار جلوتر نوشته میشه، یعنی داخل if نوشته میشه. اگر داخل if نوشته نشه اشتباهه. if A بزرگتر از B، اگر A بزرگتر از B بود print نمایش بده yes رو. خب میخوام else رو بنویسم، یعنی اگر اینجوری نبود چی رو نمایش بده؟ باید برگردم عقب‌تر، دقیقاً زیر if قرار بگیرم. else اینا بسیار مهمه که کجا نوشته بشه. دقیقاً به انتر رو میزنم، داخل else الان مینویسم print no. خب برنامه‌مو اجرا میکنم. ای 10. خب آیا 10 از 20 بزرگتره؟ میگم نه. خب الان باید خروجی من نو باشه. خروجی ببینم چیه؟ بله، خروجی برنامه شد نو. حالا به جای A بزرگتر از B می نویسم A کوچکتر از B. اگر A از B کوچکتره پرینت yes. ببینم بله، 10 از 20 کوچکتره. حالا به جای بزرگتر مساوی، این دفعه مساوی بذارم، بگم آیا if A مساوی با B برنامه رو اجرا میکنم. ببینید خطا داد. توی وقتی که خطا میده سینتکس ارور میگن بهش، یعنی اشتباه تایپی داشتم من. این پایین نوشته سینتکس ارور، invalid syntax. maybe you mean، میگه maybe ممکنه you mean منظور شما دوتا مساوی بوده باشه. پس میگه به جای یا اینکه باید دو نقطه مساوی بزنیم. شما چیکار باید بکنیم؟ ما زمانی که میخوایم مقایسه رو انجام بدیم یه مساوی نمیذاریم. یه مساوی بالا رو ببینید، گفتم A مساوی با 10. یک مساوی برای انتصاب استفاده میشه. من میخوام مقداری داخل متغیر قرار بدم، یک مساوی میذارم. ولی وقتی میخوام مقایسه بکنم دو تا باید مساوی بذارم. پس میگه اگر A مساوی با B yes، در غیر این صورت no. برنامه میشه no، چون 10 با 20 برابر نیست. خب حالا میخوام بگم که اگر A مخالف B'ه، اگر A مخالف B'ه نمایش بده yes، در غیر این صورت no. برنامه اجرا میکنم، خطا میده، میگه چی؟ سینتکس ارور، invalid syntax. A مخالف B رو میگه قبول نکرد، تو لاین 5 ارور داره. خب حالا میام چی کار میکنم؟ میگم که مخالف رو اینجوری بنویسم if مخالف B، به این صورت بنویسم. خوب دقت کنید. اگر A مخالف B'ه yes، خب A مخالف B هست دیگه yes، پاسخ شد yes، خروجی شد yes. پس عملگرهای مقایسی رو ما یاد گرفتیم. هر جا نیاز شد بایستی از اینا استفاده کنیم. علامت کوچکتر، مساوی، بزرگتر و مخالف.